تصور کن جایی وجود دارد که بعد از غروب آفتاب هیچ گردشگری اجازه ورود به آن را ندارد. جایی که دولت ژاپن ترجیح می‌دهد درباره‌اش کم حرف بزند و دوربین‌ها را خاموش نگه دارد. اینجا جنگل آوکیگاهارا است. جنگلی در دامنه کوه فوجی که در روز هم سنگین و خاموش به نظر می‌رسد. اما شبها چهره‌ای دارد که فقط تعداد کمی از انسانها آن را دیدند. کسانی که مجبور بودند وارد شوند نه از روی کنجکاوی، بلکه به خاطر وظیفه. نگهبانان و داوطلبانی که شبها در این جنگل گشت می‌زنند. گشت‌هایی که درباره‌شان چیزی در بروشورها نوشته نشده است. این گشت‌ها برای پیدا کردن افراد گم شده یا کسانی است که شاید هنوز زنده باشند. اما خیلی زود هر کسی که وارد این مسیر می شود می فهمد که این فقط یک مأموریت ساده نیست. بیشتر نگهبانان گفتند اولین چیزی که در همان دقایق اول احساس می کنی ترس نیست، بلکه سکوت است. سکوتی غیر طبیعی. نه صدای پرنده‌ای شنیده می شود، نه حشره‌ای، نه حتی صدای بادی که میان درختان حرکت کند. انگار جنگل تصمیم گرفته نفس نکشد. چراغ قوه را روشن می‌کنی. نور روی تنه‌های درخت می‌لغزد و دوباره در تاریکی گم می‌شود. فاصله‌ها در این جنگل فریبنده‌اند. چیزی که نزدیک به نظر می‌رسد ناگهان دور می‌شود. نگهبانانی که سالها تجربه دارند میگویند شب‌های اول احساس می‌کنی کسی تو را تماشا می‌کند. نه از پشت سر، بلکه از همه طرف. بعضی‌ها میگویند صداهایی شنیدند. صدای قدم‌هایی که وقتی می‌ایستی متوقف می‌شود. بعضی دیگر از زمزمه حرف زدند. نه آنقدر واضح که بفهمی چیست و نه آنقدر مبهم که بتوانی انکارش کنی. وقتی چراغ را به سمت صدا میگیری چیزی نیست. فقط درخت، مه و راهی که دیگر مطمئن نیستی همان راهی باشد که چند دقیقه پیش از آن آمده ای. یکی از عجیبترین چیزها در این جنگل زمین آن است. آوکیگاهارا روی سنگ‌های آتشفشانی قدیمی شکل گرفته. سنگ‌هایی که خاصیت مغناطیسی دارند. قطب‌نماها اینجا درست کار نمی‌کنند و GPS ها گاهی مسیرهایی را نشان می‌دهند که وجود خارجی ندارند. نگهبانان گفتند بارها پیش آمده که چند دقیقه راه رفتند و بعد فهمیدند دوباره به همان نقطه اول برگشتند بدون اینکه متوجه شوند دور زدند. بعضی‌ها اعتراف کردند که احساس می‌کردند جنگل آنها را آرام آرام به سمت عمق خود می‌کشد، نه با زور، بلکه با نوعی دعوت خاموش. بین نگهبانان قوانین نانوشته‌ای وجود دارد. هیچ وقت تنها نرو. بعد از ساعت مشخصی مسیر را ترک کن. اگر احساس بدی داشتی برگرد، حتی اگر مأموریت ناتمام مانده باشد. این قوانین از روی ترس کودکانه ساخته نشده‌اند. آنها نتیجه تجربه اند. تجربه کسانی که بعد از نیمه شب دیگر مثل قبل بر نگشتند. نه اینکه ناپدید شوند، بلکه چیزی در رفتارشان تغییر کرد. بعضیها دیگر حاضر نشدند به جنگل برگردند. بعضیها شبها خوابشان نمیبرد و بعضیها فقط سکوت کردند. در طول گشتها نگهبانان با چیزهایی روبرو میشوند که هنوز هم درباره‌شان صحبت میشود. کفش‌هایی که مرتب کنار هم گذاشته شدند، نوارهایی که به درختان بسته شدند و یادداشت‌هایی که هرگز قرار نبود خوانده شوند. این نوارها را بعضی‌ها می‌بندند تا اگر تصمیمشان عوض شد، راه برگشت را پیدا کنند، اما همه بر نمی‌گردند. هر بار که چراغ قوه روی یکی از این نشانه‌ها می‌افتد، هوا سنگین‌تر می‌شود. انگار جنگل حافظه دارد. حافظه‌ای پر از درد و تصمیم‌های ناتمام. دولت ژاپن می‌گوید بسیاری از چیزهایی که نگهبانان حس می‌کنند فشار روانی است. می‌گویند سکوت، تاریکی
و داستان‌هایی که درباره جنگل شنیده شده ذهن انسان را فریب می‌دهد. اما در عین حال محدودیت‌های شدیدی برای فیلمبرداری از گشت‌های شبانه وجود دارد. اجازه ضبط آزاد داده نمی‌شود و گزارش‌ها کوتاه و رسمی‌اند. همین سکوت رسمی سوال‌های بیشتری ایجاد می‌کند. اگر چیزی برای پنهان کردن نیست، چرا این همه احتیاط؟ بعضی نگهبانان بعد از پایان خدمتشان گفتند آوکیگاهارا فقط یک مکان نیست، یک حالت ذهنی است، جایی که ضعف‌ها، ترس‌ها و اندوه‌های انسان را بزرگتر نشان می‌دهد. شب که می‌شود، مرز بین واقعیت و احساس باریکتر می‌گردد. هر صدایی معنا پیدا می‌کند و هر سایه‌ای شکل می‌گیرد. شاید هیچ موجود ماورایی در کار نباشد، اما اثر جمع شده هزاران داستان ناتمام چیزی ساخته که به سادگی نمی شود از کنارش گذشت. آوکیگاهارا در روز فقط یک جنگل انبوه است، اما شبها انگار گذشته از خواب بیدار می شود. نه برای حمله، نه برای ترساندن عمدی، بلکه فقط برای یادآوری این که بعضی مکانها بار انسانها را با خود حمل می کنند و هر کسی که واردشان می شود ناخواسته سهمی از آن بار را بر می دارد. اگر تو جای این نگهبانها بودی، آیا جرأت می کردی بعد از غروب تنها وارد چنین جایی شوی؟ آیا به قطب نما اعتماد می کردی یا به حس درونت؟ نظرت را در کامنت ها بنویس. اگر به مستندهای ترسناک واقعی و داستانهایی که پشت مکانهای ناشناخته پنهان شده علاقه داری، کانال را سابسکرایب کن و این ویدیو را با کسی که به این موضوعات علاقه دارد شریک بساز.